سلام به همکاران گرامی. در این ویدیو مونتاژ تلماربریک سری 77 را خدمت شما آموزش می‌دهیم. برای برش چارچوب ریلی به حالت‌های مختلف فرم باید توجه شود که فرم‌های از قبل کار شده آهنی یا آلومینیوم یا سرامیک همه به یک صورت اندازه‌گیری می‌شود. برای محاسبه ابعاد برش ارزی در هر نوع فرم 3 قسمت را اندازه‌گیری می‌کنیم: بالا، وسط و پایین. و برای محاسبه ابعاد برش ارتفاع همانند تصویر 3 قسمت فرم را اندازه‌گیری می‌کنیم. قبل از برش چارچوب ریلی یوی تقیه آب را همانند تصویر در دهانه چارچوب قرار می‌دهیم. همان گونه که مشاهده می‌کنید فرم را زیر دستگاه فیکس کرده و با زاویه 45 درجه برش داده می‌شود. بعد از برش زاویه 45 به 2 نوع می‌توان مونتاژ کرد: 1 پانچ دستی، 2 پانچ هیدرولیک که ما به صورت پانچ دستی مونتاژ می‌کنیم. برای برش ارتفاع لنگه اندازه پشت تا پشت چارچوب را گرفته و 7 سانتی متر از آن کم می‌کنیم و برای برش عرض دو لنگه اندازه پشت تا پشت چارچوب را گرفته و تقسیم بر 2 می‌کنیم. بعد از برش لنگه مویی 69600 در قسمت هایی که نبشی پشت لنگه نصب نمی شود، یعنی در 3 ناحیه بالا، پایین، جلو استفاده می شود. ثابت کنها را پشت لنگه ثابت نصب می کنیم. در هر زاویه 1 عدد گونیا و 1 عدد فیکسچر 77، یعنی در مجموع 4 عدد فیکسچر و 4 عدد گونیا در هر چارچوب ریلی استفاده می شود و مطابق تصویر مراحل مونتاژ را انجام می دهیم. برای لنگه ریلی بازشو در پایین 2 عدد بولبرینگ نصب می کنیم. برای نصب دستگیره اندازه ارتفاع از کف زمین تا زیر پنجره را محاسبه کرده، مطابق تصویر جای قفل را علامت زده برش داده و نصب می کنیم. و همانند تصویر برای لنگه ثابت 2 عدد بالانسر در پایین استفاده می کنیم. همانند تصویر لاستیک در نبشی پشت لنگه قرار می گیرد و نبشی بر روی لنگه ریلی نصب می شود.
تیغه های ریل را در چارچوب قرار می دهیم و لنگه های ثابت و ریلی را در جای تعیین شده جا می زنیم. در جایی که لنگه ریلی به چهارچوب فرم اصابت می کند، یک ضربه‌گیر در پایین و یک عدد در بالا قرار می دهیم.